از کیفیت زندگی کاری چی میدونید؟ به نام خود شادی احدی‌فر هستم، متخصص روانشناسی. سعی کردم نکات کاربردی رو در مورد روانشناسی کار بر اساس تجربه‌ام اینجا برای شما بگم. در کارهایی که نیازمند عملکرد خیلی عالی و پر از مسئولیت هستش، رضایتمندی کارکنان خیلی مهمه، به خاطر اینکه اغلب منجر میشه که ساعت‌های زیادی با استرس زیاد کارهایی مثل محاسبات مالیاتی رو انجام بدن و سهم بازار مطلوب رو بخوام به دست بیارن. لطفاً این سوال رو اول جواب بده، بعد ادامه ویدیو رو ببین. مجموعه من خیلی مشکل داره. چطوری بیام وقت بذارم بررسی کنم و ببینم این کیفیت چجوری میتونم ببرم بالا؟ یعنی ما خیلی وقتا میگیم که مجموعه من انقدر دردسر داره، انقدر خودم مشغله فکری دارم، دیگه به این چیزا نمیتونم فکر کنم. خیلی وقتا ما باید از محدودیت‌ها شروع کنیم. بخش قابل توجهی از زندگی ما در قالب زندگی کاری میگذره، خصوصا اینکه طی سالهای اخیر زندگی کاری دیگه به ساعات رسمی اداره و شرکت منتهی نمیشه و بیرون از محیط کار گریبان ما رو میگیره. ما خیلی وقتا کارامون رو میاریم خونه انجام میدیم یا به خاطر اینکه کارا با فضای مجازی و سوشال درگیره دائما درگیر کارمون هستیم. بنابراین اگر میخوایم به کیفیت زندگیمون اهمیت بدیم، در درجه اول باید به کیفیت زندگی کاریمون اهمیت بدیم. توجه به این قضیه برای سالهای اخیر نیست و خیلی ساله که آدما دارن روی این قضیه کار میکنن، محققا دارن تلاش میکنن که رفتارهایی از افراد موفق در زندگی کاریشون رو پیدا کنن که همگی بتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا بدون مراجعه به منابع و مراجع دانشگاهی، اگه از شما بپرسن که زندگی کاری چطور میگذره، چه جوابی داری که به این افراد بدی؟ یعنی قبلا بهش فکر کردی که باید کیفیت زندگی کاری تو افزایش بدی یا اصلا برات مهم نبوده تا الان؟ ریچارد والتون اولین کسی بوده که به کیفیت زندگی کاری اهمیت میداده و 8 حوزه مشخص رو اومده انتخاب کرده و به همه ما گفته که کیفیت زندگی کاری بر اساس این 8 مورد میتونه اون چیزی که انتظار داریم رو به حقیقت بپیونده و یک زندگی خوب با برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم. حالا این 8 حوزه چی هستن؟ هممون میدونیم که کیفیت زندگی به منابع انسانی مربوط میشه، اما 8 حوزه‌ای که والتون مطرح کرده راجع به افزایش و ارتقای روحیه است برای اینکه بهره‌وری رو ببره بالا و جبران مناسب زحمتایی که کارمندا و کارکنان یک مجموعه میکشن. خیلی وقتا از توسعه قابلیت‌های انسانی، تامین فرصت برای رشد اونا خیلی خوشحالشون میکنه. یک پارچگی و انسجام اجتماعی که توی یک سازمان ممکنه وجود داشته باشه، فضای کلی زندگی اونا رو عوض میکنه. قانونگرایی که توی سازمان حاکم باشه باعث میشه که اونا احساس قدرت کنن و خودشون رو سهیم بدونن. شاید با خودت بگی که من همه اینا رو رعایت کردم توی زندگیم، اما از کیفیت زندگی کاریم اصلا راضی نیستم. حالا میخوام ازت بپرسم چقدر خودتو آپدیت کردی؟ لطفاً اول به این سوال جواب بده، بعد ادامه این ویدیو رو ببین. اصطلاح کیفیت زندگی کاری توی سالهای اخیر 2 تعریف عمده داره. اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره داره به مجموعه‌ای از نتایجی که برای کارمندان مثل رضایتمندی شغلی، فرصت‌های رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی و حتی روابطشون با همدیگه یا روابطشون با کارفرما، میزان پایین بودن حوادث رو باعث میشه. دومین تعریفی که از کیفیت زندگی کاری میشه یعنی کلاً عملکردهای مختلف سازمانی مثل مدیریت مشارکتی، غنیسازی شغلی. شرایط کاری باید طوری باشه که باعث بهبود برنامه زندگی عاطفی کارمندان بشه و همین باعث میشه که یک چرخه به وجود بیاد و همون مورد باعث بهبود کیفیت زندگی کاری بشه. یعنی بهبود هر دو روی همدیگه تأثیر میذاره. اخیراً شیوه های بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری انقدر اهمیت پیدا کرده که یک جنبش فکری شده و کنترل کیفیت به تمام این مسائل رسیدگی میکنه و بهره برداری هم میکنه از طرف.
کنترل کیفیت جامع یعنی مجموعه‌ای از فرآیندهایی که به کیفیت محصولات و خدمات مرتبط هستش و با تکنیک‌های آماری داره به روز میشه. در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی هر روز بیشتر میشه و فشار عصبی افراد کمتر میشه. در واقع کیفیت زندگی کاری اینطوری میره بالا و به شیوه مدیریت و فرهنگ سازمانی و این اصطلاحات سازمانی کاملا مرتبطه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا یک آیتم از کنترل کیفیت جامع هستن. بر اساس اون احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس افراد بیشتر میشه و اون مجموعه رو مال خودشون میدونن. کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن نظارت صحیح، شرایط کاری خوب، پرداخت مزایای مطلوب و مهمتر از همه ایجاد فضای کار خیلی مناسب، دوستانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت خیلی خوب میتونه بهمون کمک کنه که بدونیم که هر چیزی فلسفه خاص خودشو داره، حتی روابط کارکنان با هم که باید مثل یک خانواده با هم رفتار کنن. به کارگیری کوشش‌هایی در استفاده از شرایط شغلی با کیفیت و استفاده از فناوری‌های جدید، کوشش‌های منظم از هر سو توی سازمان میتونه فرصت‌های بزرگی و هم برای کارکنان هم برای مدیران پیش بیاره تا باعث اثرگذاری روی کارشون بشن و تشریک مسائل باعث بشه که یک اثربخشی خوبی توی سازمان داشته باشن. با بهبود شرایط کاری نیروی انسانی میشه انتظار داشت که تجربه افراد خوب باشه و از شغلشون راضی باشن و دچار فرسودگی شغلی نشن. افزایش اثربخشی باعث میشه که شرایط شغلی اونا هم بهتر بشه روز به روز. حالا قبل از اینکه ادامه این برنامه رو نگاه کنی، لطفاً از خودت بپرس که من چطور هم کیفیت زندگی کاریمو میتونم کنترل کنم، هم به عنوان مدیر به همه چیز میتونم مسلط باشم. خب همه به خاطر کاهش هزینه‌های زائد، افزایش کار مؤثر کارمندا، بهبود عملکردشون، شفاف‌سازی توی حساب و کتاب‌ها، رضایت مشتریان رو در نظر میگیرن. به خاطر اینکه چیزی که دائم باعث میشه مشتریای یک شرکت بیشتر بشه، رضایت مشتریاش و تبلیغ دهان به دهان اوناست. همگام شدن با نیازهای بازارهای جهانی امروز خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه هر سازمانی باید حرکت به سوی تعالی داشته باشه و یک آینده روشن رو در نظر بگیره. چون کیفیت سازمان باعث کیفیت زندگی کاریمون میشه. در مدیریت هم باید به کیفیت توجه کرد. یعنی مسئولیت آموزش و یادگیری کارمندان رو به عهده بگیریم و به دوش یک نفر نندازیم. یعنی بگیم اگر فلانی اطلاعاتش بیشتره همه کارا رو اون انجام بده. نه، باید بقیه هم بروز بشن. برای خودشون هم بهتره، احساس رضایت شخصی هم میکنن. با این نظر همه افراد درگیر کار میشن و از توانمندی‌هاشون میتونن استفاده کنن. تازه ممکنه خیلی از توانایی‌هایی که قبلا نمیشناختن کشف بشه و از اونا بتونن استفاده کنن. مدیریت کیفیت توان کارکنان در تمام فعالیت‌ها و فرآیندها رو در نظر میگیره و ازشون استفاده میکنه تا اونها هم بتونن خودشون و خلاقیتشون رو هر روز به چالش بکشن و در واقع به عمیق‌ترین لایه‌های سازمان کمک کنن. حالا اینکه ما از اول داریم هی راجع به کیفیت صحبت می‌کنیم، چه فوایدی داره؟ کیفیت خدمت داخل یک سازمان رو بررسی می‌کنه و همونطور که گفتیم با رضایت کارکنانش باعث وفاداری کارکنان میشه. و از این طرف وفاداری کارکنان باعث میشه که کار مؤثر بیشتری داشته باشن. در نتیجه خدماتشون ارزشمند میشه. وقتی خدمات ارزشمند ارائه بدی، مشتری رضایتش میره بالا. وقتی رضایت مشتری بره بالا، باعث وفاداری مشتری میشه. و این چرخه انقدر میچرخه که وفاداری مشتری تبدیل میشه به رشد و سودآوری اون شغل. و در کارکنان مجموعه باعث کاهش غیبت، کاهش جابجایی و افزایش رضایت شغلی و شادکامیشون میشه. مدیریت کیفیت نه تنها توی سازمان باعث میشه که استخدام درستی داشته باشن، بلکه باعث میشه که در بازار جهانی بتونن به رقابت‌های خیلی بزرگ بپردازن و هر روز رشد و توسعه پیدا کنن. اصلا ما به چی میگیم محدودیت؟
الگویی که مدیریت برای رسیدن به اهدافش به جستجوی از بین بردنش هستش، اون الگو محدودیت. همیشه در هر سیستمی محدودیت وجود داره که باید سایر گزینه‌ها رو انتخاب کنیم که به اون منطقه که باعث میشه ما توی کارمون یک توقفی پیش بیاد برخورد نکنیم. مرحله اولی که راجع به محدودیت بدونیم اینه که تئوری که داریم راجع به مدیریت محدودیت رو بیایم بررسی دوباره بکنیم. اصلا ما توی ذهنمون محدودیت چجوری نقش بسته؟ از طریق بهینه کردن برنامه زمانی ما میتونیم یک سری محصولی تولید کنیم که اصلا توی این خط تولیدمون برنخوریم به میزان اینکه حالا خروجی نهاییمون چقدر ممکنه بمونه رو دستمون یا نه. یعنی بیایم راه‌های خلاقانه ایجاد کنیم. همیشه میگیم که یک تئوری وجود داره برای محدودیت، اونم اینه که هر چیزی به اندازه پیش میره که قدرت حلقه آخر یک زنجیره باشه. بنابراین ما میایم فوکوسمون رو میذاریم روی ضعیف‌ترین لایه‌ای که کار میکنه توی سیستم شرکتمون و روی اون سرمایه‌گذاری میکنیم، تمرکز میکنیم و قویش میکنیم. اینطوری شما متوجه میشین که خیلی از محدودیت‌ها لابلای این کار از بین میره. بخاطر اینکه محدودیت عبارت از اینه که هر چیزی که عملکرد سیستم رو نسبت به هدفش محدود کنه جزو این مجموعه محدودیت‌ها قرار میگیره. وقتی که شما یک سری زنجیره‌های ضعیفتون رو سعی می‌کنید حلقه‌های این زنجیره رو قوی‌تر کنید، باعث پولسازی در حال آینده کارتون میشه. به خاطر اینکه اونا هم شروع می‌کنه چرخ دنده‌هاش به گشتن و در واقع وارد سیستم کاریتون میشه و بیشتر ازش میتونید بهره برداری کنید. یه جاهایی که شاید خیلی وقت اصلا بهش توجه نکردید، شاید نیاز به نگاه دوباره داره. این در مورد کلیت فلسفه زندگی هر کدوم از ما هم صادقه و میتونیم از این تئوری استفاده کنیم. پس گفتیم ایده اصلی تئوری محدودیت تعمیم این عبارته: توان یک زنجیر به اندازه توان ضعیف‌ترین حلقه اونه. تمرکز اصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیت، بعداً مدیریت اون در جهت افزایش کارایی کل سیستم. تئوری محدودیت‌ها با شناسایی و برطرف کردن محدودیت‌های سیستم باعث افزایش راندمان، خروجی و سودآوری اون سیستم میشه. پس شناخت محدودیت‌ها رو باید شروع کنیم و اونها رو دقیق و موشکافانه بررسی کنیم و ببینیم که چه خلاقیتی میتونیم توشون به کار ببریم که در کوتاه‌ترین مدت به حد اکثر سود خودش برسه. برای تحقق این هدف اصولاً باید بدیم که از چه منابعی استفاده کنیم. میریم سراغ منابعی که بیشترین محدودیت‌ها توش وجود داره. به عنوان دیگه اگه بخوام براتون راحت‌تر بگم اینه که منابعی که دارای ظرفیت کامل هستن و بدون توقف میتونستیم ازشون استفاده کنیم، اما به خاطر یه سری مسیرهایی که بسته شده کلاً گذاشتیمشون کنار. ممکن از ظرفیت منابع غیر محدود به طور کامل استفاده نکرده باشیم. دوستان، همونطوری که در دوره‌های دیگه براتون گفتم، ما با نگاه موشکافانه و عمیق میتونیم هر بار بیشتر و بیشتر روی محدودیت‌ها یا روی برنامه‌ریزی‌هایی که کردیم بررسی جدیدی بکنیم و شاید به یک نکاتی بر بخوریم یا یک چیزی به صورت شهودی به ما الهام بشه و ما متوجه بشیم که چقدر مسیر اشتباهی رفتیم تا الان و چقدر میتونستیم یک زاویه دید دیگه‌ای داشته باشیم به موضوع. تئوری محدودیت‌ها قصد داره که شانس ایجاد یک تغییر نتیجه بخش و مؤثر رو افزایش بده. تئوری محدودیت‌ها معتقده که هر سیستم لااقل دارای یه دونه محدودیت هست. وجود محدودیت‌ها نشون میده که پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات همچنان وجود داره. بنابراین ما یک سیستم کامل هیچ وقت نداریم، همیشه محدودیت وجود داره و همون محدودیت روزنه تغییرات بزرگ و رو به رشد اون شرکت میتونه باشه. روش سنتی که بر شاخص هزینه عملیاتی همیشه تمرکز داشتن یا روش تولید به هنگام رو در نظر میگرفتن الان دیگه تقریبا رد شده. اما تمرکز اصلی تئوری محدودیت‌ها روی افزایش بهره‌وری از طریق مدیریت صحیحه. همیشه میگیم که محدودیته که خلاقیت میاره
لطفا این سوال از خودت بپرس، بعد ادامه ویدیو رو ببین. چقدر دورکاری کارکنان یک مجموعه رو میتونی تایید کنی؟ فناوری‌ها تأثیرات گسترده‌ای روی روابط اجتماعی، سازماندهی کاری، سلامت روانی کارکنان دارند که برخی از این تأثیرات اصلی شامل تعاملات اجتماعی و فرهنگی بین اعضای یک مجموعه است. به عنوان مثال، وقتی که کنفرانس‌های ویدیویی میذارن یا ارتباطات مجازی با همدیگه کارمندا برقرار میکنن، احساس تعلق به یک گروه ویژه رو ندارن. بنابراین وفاداریشون به سیستم ممکنه کم بیاد پایین. فناوری‌ها به افزایش انعطاف پذیری در زمان کاری کمک میکنن، اما از طرفی باعث افزایش فشار کاری بیش از حد میشن، به خاطر اینکه دیگه تعادل زندگی عاطفی و زندگی کاریشون حفظ نمیشه. اصولا توی کنفرانس‌های ویدیویی به خاطر مشکلاتی مثل تداخل سیگنال، اختلالات صوتی و نقص‌های فنی، افرادی سطحی از استرس رو همیشه توی جلسه دائما دارن تجربه میکنن که شاید نتونن نظرشون رو واضح به کارفرما یا کارمندای دیگه برسونن. کار از راه دور باعث افزایش احساس انزوا شده این روزها و تنهایی توی برخی از کارکنان باعث میشه که اونا به یک افسردگی عمده دچار بشن. بنابراین وجود یک روانشناس متخصص در کنار افراد دورکار بسیار براشون لازمه و میتونه برای مجموعه مفید باشه تا اون احساس تعلق رو از راههای دیگه براشون جبران کنه و یک سری همایش‌های حضوری برقرار کنن. خیلی وقتا ممکنه که بگیم که خب خیلی از کارمندای ما اصلا توی یک کشور نیستن، از هم دورن و این امکان وجود نداره که اصلا یک جلسات حضوری با هم دیگه بذارن. باز ما میتونیم مشاورین توی اون شهرها داشته باشیم و از طریق ایمیل باشون و ارتباط برقرار کنیم که با اون کارمندای ما صحبت کنن و یک سری ادوایس ها و توصیه های حضوری براشون داشته باشن، مثل رفتن به مجامعی که مربوط به اون شغل همایش حضوری توی اون شهر یا اون کشور برقرار میشه. همین که اونا رو خیلی بروز میکنه از نظر علم اون کار، همین که باعث میشه که توی یک مجموعه‌ای از همکارای خودشون و کسایی که توی اون رشته هستن برن و با اونا گفتگو کنن. شما وقتی توی محیط کار به مشکل برمیخوری با یکی از همکارات، چجوری اون مشکل رو حل میکنی؟ حل اختلاف توی محیط کار یه مهارت اساسیه، مخصوصا برای مدیران. مثلا استراتژی‌های مذاکره خیلی کمکمون میکنه یا پذیرش خیلی از رفتارامون به ما کمک میکنه، اما در واقع تحمل احساسات دیگران رو چجوری میتونیم درک کنیم و به یک همدلی و همراهی باهاشون برسیم؟ موقعیت اونا رو چقدر میتونیم در نظر بگیریم، چقدر میتونیم خودمون رو جای اونا بذاریم و واکنش مناسب و با احترام بهشون بدیم. با طرز تفکر نقادانه به نظر خودمون دائما رأی به خودمون میدیم و میگیم که حق با ماست، اما خیلی جاها میتونیم از این تفکر درست استفاده کنیم و خودمون رو نقد کنیم و بیایم یک رفتار متعادل رو داشته باشیم. برای مثال یک مدیر حسابداری ممکنه بیشتر از مدیر بخش مارکتینگ به تحلیل عددی بپردازه و پردازش داده‌هاش خیلی سریع‌تر باشه. پس انتظارمون از این دوتا مدیرمون در پردازش عددی باید متفاوت باشه. و اگه اون یکی کندتر بود، نباید این رو بذاریم به پای اینکه IQ پایینی داره یا توی کار خودش خوب نیست. چقدر فناوری‌های جدید توی محیط کاریتون به کار میبرید و واقعاً براتون باعث رشد شده؟ این تاثیرات میتونه خیلی گسترده باشه. مثلا باعث بهتر شدن کسب و کارتون بشه و اثراتی مثل بهبود تولید، بهبود توزیع، کاهش هزینه ها رو براتون داشته باشه. و به خاطر طراحی بهتر و سرویس دادن بهتر باعث رضایت مشتریانتون بشه. این فناوری ها باعث تغییرات زیادی توی کار شده و از شکل سنتی کلاً دیگه خارج شده. حتی تغییری در نحوه ارتباطات داخلی یک سازمان.
و تغییر توی نقش‌ها و وظایفی که افراد و کارمندای یه سازمان دارن باعث تغییر فرهنگ اون سازمان شده. اگرچه معایبی هم داره و در مورد معایبش صحبت کردیم، یه عیب خیلی عمده که داره حفظ حریم خصوصیه، به خاطر اینکه انتقال دیتاها امروزه خیلی راحت شده و افراد باید بدونن که توی سیستم هایی که دیتاهاشون رو نگه میدارن، مخصوصا موارد سکرت کارشون رو نگه میدارن، امنیتش خیلی راحت میتونه به خطر بیفته. اما انقدر مزایای جذاب داره، از جمله توسعه مهارت‌های فردی و بروزرسانی افراد و آسون شدن کارها، که افراد سعی می‌کنن حواسشون باشه که دیتاهاشون راحت انتقال پیدا نکنه. برای مدیریت تاثیرات مختلف این فناوری‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی و روانشناختی میتونیم از روش‌های مثل آموزش و آمادگی افراد، ارتباط مؤثر، مشارکت کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی دقیق استفاده کنیم. ایجاد فرهنگ انعطاف پذیر با بازخوردی که دائما به مدیران میدیم باعث میشه که نحوه بهتری از مدیریت رو برای اتفاقاتی که با فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، فضای دیجیتال در ارتباط هستن و فرصت‌هایی که میتونن به کارکنان بدن در اختیارشون بذارن و همچنین مطالعه بهتری داشته باشن و از این طریق یک روند جدیدی رو رقم بزنن توی سازمانشون. مرسی که به صحبت‌های من گوش دادین. امیدوارم که با هم رشد کنیم.